اسپرسو ساز مدل 2031 عزم باشی رنگ قرمزش واقعا خیلی جذاب و استفاده ازش هم خیلی راحته. 3 تا دکمه جلوی دستگاه برای فرمگیری، عصاره‌گیری و خاموش و روشن کردن دستگاه با یه دماسنج وجود داره. قسمت گرم نگهدار فنجون این مدل بزرگ طراحی شده و حدوداً 6 فنجون روش جا میشه. مخزن آبش هم 1.5 لیتر و توانش 1100 واته. پلاستیک بدن مات و از ABS ساخته شده. فشار دستگاه 20 باره و داخلش از یه پمپ ایتالیایی اولکا استفاده شده. این دستگاه برای اونایی که میخوان بدون دردسر اسپرسوشون رو آماده کنن و حجم مخزن هم براشون خیلی مهمه، انتخاب خیلی خوبیه. کیفیت عصاره‌گیریش خوبه و فوم‌های مخملی براتون آماده میکنه. ظاهرش هم نشون نمیده که این یه اسپرسو ساز 4 تا 5 میلیونیه. ظاهرش واقعا بیشتر از قیمتش نشون میده و همچنین مخزن حجم بالاش برای خانواده‌های بالای 4 نفر هم خیلی مناسبه. خریداتون امن و ارزشمند.